الو سلام، روزتون بخیر باشه. بابت اون چک که شما ساعت 8 صبح چک برداشت کردی از حساب. من الان بانک جلومه دیگه، چک براتون صادر کردم. دقیقاً شما 8 صبح رفتی بانک کلیر کردی. خیلی رسیده براتون بفرستم. خیلی ممنون. اگر لازم نیست که من 3-4 بار دارم بهتون میگم. خوش. مرسی، ممنون. خدا نگهدار. الو. خودشو زده 13 سلام، خوبی؟ جانم بفرمایید. بله اون فاکتور رو برای ما امروز آوردن، درسته. من صبح بابت چک ضمانتنامه‌مون به شما تماس گرفتم. من با همکارتون آقای سعاد آزادم صحبت کردم، گفتن ایشون تو سیستمشون نیست، دست خود خانم ایران منی شد. ممنون میشم یه بار دیگه چک کنید. مرسی. یکم دیگه بگردید، من فکر کنم پیدا باید بشه چک. چون که دست آقای آزاد نیست، گفتش دست خود خانم ایران منی نیست. از خودتون زحمت گرفتم، من تا حالا منتظر جواب استعلامش هستم. بله. گفتم شما سیادش به چند لحظه. من نامه رو براتون فکس کردم، داخل نامه هست همش. شمارش 15320. یزدانی هستم. شماره‌تون رو من بگید، من آدرس رو براتون پیام کنم. بله. خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدار. چند درصد و 8%. حالا اوکی یا یک کد جدید اومده، من می‌خونیم. اوکی. 912 نیومدن 38 بزنید این سامانه رو روزای آخر. هنوز به روز آخرم نرسیده، باید بسیم. کد الان اومد. 61-22-62. الو سلام، وقتتون بخیر. از شرکت پیانکن سر باهاتون تماس میگیرم. بابت فاکتورامون اگر بخاطرتون باشه قبلا یه بار صحبت کردیم. این 4 فاکتور آخری هنوز واریز نشده برای من. شما فرستادی مالی، آخه من با مالی صحبت کردم، گفتن چند اسناد مدارکی چیزی ارسال نشده بهشون سند بزنم. آخه هر هفته داریم این پیچو اینا. اوکی، یعنی واریز میشه این هفته. خیلی ممنون. مرسی آقای فیضی. مرسی. خدا نگهدار. الو سلام. یه چند لحظه منو بشو. الو. خوب هستین جانم عزیزم؟ آره این شناسی یک تاشو الان یه لحظه گوشی من کشاره. من مجدد به شما تماس میگیرم جناب عبدی. خدا نگهدار. آره شناسی یک تاشو الان براتون میفرستم. پیامکش اومد. آره من الان براتون شناسی یک